این مرد پدر عبدالرؤوف 9 ساله است که بیش از 20 روز قبل از سوی افراد ناشناس که لباس نظامی بر تن داشتند از چهارراهی نیازی مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف را بوده می شود. عبدالرؤوف 9 ساله دانش آموز صنف دوم یکی از مکاتب خصوصی در مزار شریف است که 23 روز قبل آدمربایان در مسیر مکتب وی را از موتر پایین کردند و با خود بردند. در سر موتر بالا شدن، از موتر گفته که بچه های اجنبی کی است؟ بچه کم چون ترسیده، خرد بود، 9 ساله بود، مستم که گفته ایره گرفته، از دستکش گرفته، ایره در موتر بالا کرده، ای بغل همشیریش میشته طرف شیشی موتر عمله. بعد از اونجا که گرفته همشیره کش بسیار داد و ویلا کرده، گرفته از دستش کش کرده، از پایش کش کرده، همشیریش هم کت قنداقای تفنگ، کت میلای تفنگ همشیریش هم زده، همشیریش هم شوک دیده، حالی هم 1 ساعت 2 ساعت بعد خیسته میره. با آنکه از سرنوشت کودک این خانواده خبری نیست، اما تصاویر کمره‌های امنیتی این خانه نشان می‌دهد که یک شخص شب گذشته 2 بم دستی را به این منزل پرتاب و سپس فرار می‌کند. این خانواده مقام‌های محلی و پلیس بلخ را به ناتوانی در شناسایی عاملان این رویداد متهم کرده، خواستار پیگیری و رهایی کودکشان از چنگ آدمربایان هستند. به حکومت محلی داد ما را از الف تا یا ازی کردیم، اما به نتیجه است. یکی از یام یک کلمه بر ما، یک حرف خوش نزده که اینی رقم ما کار کردیم، ولی کار میکنیم سرش، دیگه گپ نیست. از حکومت پیش والی صاحب هم رفتیم، رئیس امنیت هم رفتیم، پیش تمام ازی رفتیم، به نتیجه است. آخرین نتیجه هم این امشب بود که 2 دانه بم نارنجک که چیز کلاشنکوف از اونجا فایر میکنه. شما اون به کمره امنیتی ما مشاهده میکنین، باز میبینین. نزدیکان عبدالرؤوف میگویند آدمربایان در پیام در بدل رهایی این کودک از این خانواده 1.5 میلیون دلار تقاضا کردند، چیزی که پدر بزرگ این کودک پرداختش را بالاتر از توان این خانواده بیان میکند. 15 لک دلار از ما تقاضا دارن. ما نان خوردن خود نداریم، کل ما غریب کاری میکنیم، میدویم، میتپیم، 2 لیتر تیل میاریم، تانک تیل میفروشه داماد ما به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان. ایر میلیاردر و میلیونر در ترکیه خانه داره، مثلا در کابل خانه داره، دکان داره، خود مال دکان به کمیشن میایه. هر پنجشنبه اوگرایی برش روان میکنه برای تاجرایی که مال برش میتن. با این همه مقام‌های محلی بلخ از تلاش‌ها برای آزادسازی این کودک و شناسایی عاملان این رویداد خبر می‌دهد. ما واقعا در این رابطه متاثر هستیم و تلاش ما برای است که تا هرچی زودتر به این مسائل، حتی این طفل و دیگر مواردی که بعدی است، خاتمه بدیم. در این قسمت سخت تصمیم جدی داریم. شخص اول قماندانی امنیتی بلخ با مسئولین امنیتی جدی هدایت دادن در قسمت تامین امنیتی منزل و در مواردی که اتفاق امشب اجرات خود بکنن. تا فعلا اجرات ما میقدر است. افزایش جرم‌های جنایی در شهر مزار شریف چون قتل، سرقت‌های مسلحانه، آدمربایی سبب نگرانی شهروندان شده است. هرچند مقام‌های امنیتی از تلاش‌ها جهت تأمین امنیت شهروندان خبر می‌دهند، اما شهروندان خواستار توجه جدی مقام‌های امنیتی در راستای ارائه امنیت بهتر به باشنده‌های این ولایت شدند.